بیا میگذاریم به قول دوم. ببینید دوم، و قال ابوبکر ابن عربی، ابوبکر ابن عربی سال 543 وفات کردگی هست. اکنون بیایید برادرانم میبینیم، اولا ابو محمد تکفیری سوال میکنیم، ابو محمد تکفیری، ابوبکر ابن عربی کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، این موحد نیست، این توحیدش صحیح نیست، این کفر به طاغوت ندارد. الله پناه دهد از این جهل و نادانی توی ای ابو تکفیری. این عالم اهل سنت رو ببین چی میگوید. به خاطر چی؟ به خاطر انا همین گپایش. دیدید انا همین گپا را؟ به خاطر انا همین گپا. این ابوبکر ابن عربی میگوید فانه یعذر، یعنی که انسانی که در انسان جاهل خطاکار اگر عمل کفری بکنه، ببین عمل کفری یا شرک، اگر میگه همین کارها رو انجام بدهد فانه یعذر، اگر که جاهل باشه در حقیقت میگه او را عذر داده میشود بالجهل والخطا، با جهل و خطا. یعنی که انسان خطا کرد، کافرش نمیگه، میگیم خطااً در شرک افتید یا از جهل در شرک افتید. حتی تتبین له الحجه، تا زمانی که بیان و آشکار شود برای اون انسان حجت، التي یکفر تارکها بیانا واضحا، همون حجتی که کافر می شود ترک کننده حجت بیان و واضح باشد، یگان مبهمات یگان تلبیسات به مثل ابو تکفیری تلبیس نباشد که قول عام بیاره در خاص بزند، مسئله را جدا کرده نتونه بگم مشرک در شرک اکبر افتیده است. الله پناه دهد، مشرک خود دیگر مشرک از در شرک اکبر کجا می افتد؟ ای ابو تکفیری. ببینید ابوبکر العربی را ابو تکفیری چی گفت؟ مشرکش گفت، کافرش گفت توحید خوب ندارد و گفت که کفر به طاغوت ندارد. برای چی؟ به خاطر میگه معذور است، انسان جاهله که در شرک بو افتد. دیدید اکنون این دویم عالم بود، با همراهی عبدالمحسن العباد سه تا شد. سه تا را این ابو تکفیری حکم به کفر کرد و گفت اینها توحیدی خوب نداره، چطوره که ما را و طالب علمان اهل سنت را و شیخ البانی و ابن باز و شیخ عثیمین را تکفیر کرده بود، اینها را هم به مثل همین تکفیر کرده ایستاده است.